سلام، امروز با هم سفری می‌کنیم به دل تاریخ 100 ساله یک درگیری پیچیده. داستانی بر سر سرزمینی به نام اهواز که هم تاریخ بلندی داره و هم سرشار از نفته. خب قبل از اینکه وارد خود درگیری بشیم، اول باید ببینیم اهواز دقیقاً کجاست و چه هویتی داشته. منابع تاریخی از این منطقه با اسمهایی مثل عربستان یا اهواز یاد میکنن سرزمینی که قبل از اینکه به ایران ضمیمه بشه هویت تقریباً مستقلی داشته و امروز بخش بزرگش ما به اسم استان خوزستان میشناسیم. منابع تاریخی به ما میگن که این منطقه برای قرنها یک هویت سیاسی جدا از ایران داشته و بنایی به عنوان یک سرزمین مستقل و خودمختار شناخته میشده. ببینید، چیزی که این اسلاید به ما نشون میده واقعاً جالبه. اهواز فقط یک استان دورافتاده نبوده، بلکه ساختاری شبیه به یک دولت مستقل داشته. حاکم خودش رو داشته، شیخ خزل، و حتی روابط بین‌المللی مستقیمی با کشورهای دیگه، به خصوص بریتانیا، برقرار کرده بوده تا همین استقلال رو حفظ کنه. ولی خب این استقلال قرار نبود برای همیشه ادامه پیدا کنه. همه چیز توی یک سال خیلی سرنوشت ساز تغییر کرد. سالی که منابع اون رو نقطه عطف این داستان و شروع اشکال میدونن. این تایملاین خیلی سریع به ما نشون میده که چه اتفاقی افتاد. با کشف نفت و همزمان قدرت گرفتن دولت مرکزی در ایران، منافر با هم تلاقی کردند و همه اینها خیلی سریع، یعنی در سال 1925 به پایان استقلال اهواز منجر شد. پس نکته اصلی که این منابع روش تاکید دارن اینه که الحاق اهواز فقط یه اتفاق داخلی نبوده. اونطور که تو این اسناد اومده، دخالت قدرت‌های بین‌المللی مثل بریتانیا سرنوشت این منطقه رو برای همیشه عوض کرد. خب بعد از سال 1925 داستان وارد یک مرحله کاملا جدید و تاریک میشه. منابع از یک تلاش سیستماتیک و خیلی طولانی مدت حرف میزنن برای اینکه هویت عربی این منطقه رو به کل پاک کنن. و این استراتژی همونطور که تو منابع اومده 3 پایه اصلی داشته. یه تغییر هماهنگ که هم جمعیت، هم فرهنگ و هم اقتصاد منطقه رو هدف گرفته بود. خب بریم سراغ اولین پایه، تغییر ترکیب جمعیت. بر اساس این گزارش‌ها، ابزار اصلی برای این کار این بوده که جمعیت غیر بومی رو از بقیه جاهای ایران به صورت گسترده به اهواز منتقل کنن تا توازن جمعیت به نفع حاکمیت مرکزی تغییر کنه. خب این تغییر جمعیت یه تأثیر مستقیم سیاسی هم داشت. ببینید این نمودار چی میگه؟ نمایندگی مردم بومی عرب توی ساختار قدرت سیاسی به شدت کم شده. حتی سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل هم به این موضوع پرداختن و مصادره کردن زمین‌های مردم بومی عرب رو به عنوان بخشی از استراتژی تغییر بافت جمعیتی و اقتصادی منطقه مستند کردند. خب حالا پایه دوم این استراتژی چی بود؟ فارسی سازی فرهنگی. شاید علنی‌ترین و مشهودترین اقدام همین بود. تغییر دادن اسمای تاریخی شهرها و رودخونه‌ها از عربی به فارسی تا اون حافظه تاریخی و هویت عربی منطقه کم کم از بین بره. ولی قضیه فقط به تغییر اسما ختم نمی‌شد. خیلی فراتر از این بود. از ممنوعیت آموزش به زبان عربی توی مدرسه‌ها گرفته تا خراب کردن بناهای تاریخی، همه چیز طوری طراحی شده بود که فرهنگ و زبان عربی رو از فضای عمومی حذف کنه. و بالاخره میرسیم به پایه سوم، یعنی بخش اقتصادی. این استراتژی حول محور کنترل ثروت عظیم منابع طبیعی منطقه، به خصوص نفت و گاز، و محروم کردن مردم بومی از سود اون میچرخید. این آمارها واقعاً تکون دهنده‌اند. مثلا توی یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت دنیا توی آبادان، مردم بومی عرب فقط بخش خیلی کوچیکی از نیروی کار رو تشکیل میدن و شغل‌های اصلی و کلیدی به صورت سیستماتیک به مهاجران غیر بومی داده میشه. اما با همه این فشارها آیا مردم عرب اهواز تسلیم شدن؟ منابع تأکید می‌کنند که نه، هرگز. و مقاومت در طول 1 قرن ادامه پیدا کرده. این مقاومت فقط یه شکل خاص نداشت، بلکه یک مبارزه 100 ساله و ادامه دار بوده که از قیام‌های مردمی شروع شده و تا فعالیت‌های سیاسی و حقوقی در سطح بین‌المللی ادامه پیدا کرده. همه اینها تلاشی بوده برای حفظ هویت و رسیدن به حقوقشون. یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصرشون همین قیام سال 2005 بود.
این اتفاق نشون میده که این سیاست‌ها چطور هنوز هم میتونن واکنش‌های خیلی شدیدی رو از طرف جمعیت بومی به دنبال داشته باشن. خب حالا شاید فکر کنید اینها مال تاریخه، ولی گزارش‌ها نشون میده که این داستان هنوزم با شدت ادامه داره و این تنش‌ها توی قرن 21 هم کاملا زنده‌اند. مثلا همین چند سال پیش یه سند امنیتی دولتی در سال 2014 لو رفت که نشون میده استراتژی‌های اصلی، یعنی کنترل جمعیت و سرکوب سیاسی، تقریباً یک قرن بعد از اشغال هنوزم در مرکز سیاست‌های دولت قرار دارند. حالا میرسیم به یکی از نگران کننده ترین ادعاهایی که توی این منابع مطرح شده، یعنی استفاده از ابزارهای پزشکی و بهداشتی برای رسیدن به اهداف جمعیتی. 60%. طبق این منابع 60% زایمان‌ها بین زنان عرب اهوازی با روش سزارین انجام میشه. خب این یعنی چی؟ 6 برابر میانگین جهانی. ادعا اینه که این روش به خاطر عوارضش به طور غیر مستقیم برای کاهش نرخ باروری این جمعیت استفاده میشه. و این وضعیت با یه بحران دیگه بدترم میشه، بحران زیست محیطی. گزارش‌ها میگن آلودگی شدید ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی باعث شده نرخ بیماری‌های کشنده‌ای مثل سرطان بین مردم بومی به شکل نامتناسبی بالا بره. در نهایت همه اینها به ما چی میگه؟ این منابع دارن به وضوح نشون میدن که دعوا سر اهواز فقط سر نفت و خاک نیست. جنگ سر بقای یک فرهنگ، یک تاریخ و یک هویته. و این ما را با یک سوال نهایی و خیلی عمیق تنها میذاره. بعد از یک قرن فشار بیوقفه، واقعاً برای اینکه هویت یک ملت زنده بمونه چه چیزی لازمه؟